کمیته دولتی بوجخانه ازبکستان روز 8 سپتامبر سال 2023 در کانالش در تلگرام از مصادره 8.5 تن مواد مخدر در فرودگاه شهر توشکند پایتخت این کشور خبر داد. چون این مقدار بزرگ کوکنور را که در بین استعمال کنندگان مواد مخدر به نام پخول مشهور است میخواستند همچون ماک یا کوکنور غذایی در نانپزی و قنادی استفاده میشوند با صورت ترنزیت توسط قلمرو ازبکستان انتقال دهند. بوجخانه گفت در 30 سال تاریخ فعالیتش بار نخست به مصادره چنین مقدار بزرگ مواد مخدر دست یافته است. بنا به اطلاع نشر شده چند روز قبل کارمندان بوجخانه و خدمات دولتی امنیت ازبکستان در پستگاه گمرکی آویا یوکلار در مجتمع گمرکی تاشکند آیرو 100 خلطه ماک یا کوکنور غذایی را که وزن عمومیش 25 تن بود تفتیش کنند. این بار را با هواپیما تو توشکند آورده از اینجا میخواستند به ماشین‌های بارکش از طریق قلمرو ازبکستان به کشور دیگر انتقال دهند. کوکنور غذایی و افیون دو نوع گوناگون کوکنورند. کوکنور غذایی هرچند به کوکنور افیون مانند است ولی در صنعت خوراکواری استفاده می شود. دانه های آن را جدا کرده برای نانپزی و قنادی به کار می برند. اما در هفته تفتیش گمرکی آشکار شده است که در بین 25 تن باری که در حجت ها همچون کوکنور غذایی نشان داده شده است 8.5 تن کوکنور یا پخول که در ترکیبش افیون داشت پنهان کردند و میخواستند به صورت قاچاقی از طریق قلمرو ازبکستان انتقال دهند. بوجخانه ازبکستان خاطر رسان کرده است که بر اساس قرار حکومت این کشور از 12 نوامبر سال 2015 تحت رقم 303 درباره تکمیل ترتیب واردات، صادر و ترانزیت مواد مخدر و پریکورسورها از طریق قلمرو ازبکستان و نظارت به گردش آنها به شمار می رود و گردش آن در این کشور ممنوع است. در حال حاضر مقامات بوجخانه در رابطه با این قضیه پرونده جنایتی گشودند درباره اینکه آیا این مقدار بزرگ مواد مخدر را از کدام کشور با هواپیما تو توشکند آورده بودند و اینجا توسط ازبکستان با ماشین ها به کجا بردنی بودند. در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. درباره شخصیت افراد در قاچاق چنین مقدار بزرگ کوکنور نیز